خیلی متشکرم. قبل از طرح سوال ضرورت داره تذکری رو که کمیسیون تبلیغات 12مین انتخابات ریاست جمهوری در اختیار من گذاشتن جهت استحضار حضار محترم، نامزدهای عزیز و بینندگان عرض بکنم. به استناد ماده 64 قانون انتخابات ریاست جمهوری، چنانچه به تشخیص کمیسیون بررسی تبلیغات برنامه‌های تبلیغاتی ضبط شده نامزدها در صدا و سیما در برگیرنده مطالب توهین‌آمیز یا هتک حرمت سایر نامزدها یا دیگر افراد و یا مغایر با قوانین باشد، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف به حذف آن مطالب است و در صورتی که ضمن پخش برنامه زنده‌ای موارد مذکور از سوی هر یک از نامزدهای انتخابات یا نماینده آنها واقع شود، سازمان صدا و سیما موظف است با تشخیص کمیسیون بررسی تبلیغات به میزان مناسب و به صورت ضبط شده فرصت احقاق حق بدهد. کمیسیون بررسی تبلیغات 12مین انتخابات ریاست جمهوری. خب با اجازه شما من سوال رو هم به طور اتفاقی انتخاب میکنم. جناب آقای میرسلیم، لطفاً بفرمایید طرح و برنامه 4 ساله شما برای مدیریت و ساماندهی حاشیه‌نشینی و جلوگیری از رشد این پدیده چیست؟ فرصت جناب عالی 4 دقیقه است که من از الان اون رو شروع کردم. بسم الله الرحمن الرحیم. مهمترین سرمایه‌ای که در هر کشوری وجود دارد نیروی انسانی آن است. این نیروی انسانی باید متناسب با ظرفیت‌های زیستی در کشور توزیع بشود و بر مبنای استعدادهایی که نیروی انسانی دارد مشارکت کند در پیشرفت کشور. در کشور ما استان‌های مختلف هر کدام از استعداد خود به طور ویژه برخوردار هستند و نیروی انسانی ما هم با این استعدادهای مختلف باید به شکوفایی برسد. عدم توجه به سیاست‌های آمایش سرزمین متاسفانه موجب شده است که بسیاری از افراد از نقاط روستایی به شهرها و از شهرها به کلان شهرها به حاشیه آنها روی بیاورند. این مسئله‌ای که پدیدار شده است به مشکلات متعدد اجتماعی، فرهنگی، امنیتی و اقتصادی منجر شده است. ما چاره‌ای رو که برای حاشیه‌نشینی در نظر گرفتیم، بازگشت به سیاست‌های آمایش سرزمین، توزیع صحیح جمعیت، به ویژه به کارگیری صحیح منابع آب در کشور است، چون آب از کمبودهای اساسی است و به دلیل عدم استفاده صحیح از منابع آب بسیاری از روستاهای ما متاسفانه مواجه با حالت بیابانزایی شده اند و روستانشینان نتوانستند دوام بیاورند و به شهرها روی آوردند. یکی از دلایل بی‌توجهی به منابع آب استفاده از چاه‌های عمیق غیر مجاز و از بین رفتن شبکه‌های قنات در کشور است که نزولات آسمانی خدادادی رو به اندازه‌ای که قابلیت استفاده داشت در اختیار مردم قرار میداد و امکان بهره‌گیری مناسب از آن را فراهم می‌آورد. این روستاییان که نتوانستند درست از امکانات آبی استفاده کنند، ناگزیر به حاشیه شهرها پناه بردند و در اونجا با امکانات لازمی که برای زندگی صحیح انسانی است مواجه نشدند و بنابراین وارد شهرها شدند و تن به کارهایی دادند که شخصیت انسانی آنها هم محترم شمرده نشده و مسائل مختلفی را از لحاظ اجتماعی ایجاد کردند. نتوانستند از بهداشت و درمان درست برخوردار بشوند، نتوانستند از آموزش پرورش صحیح برخوردار بشوند و ای بسا که بر مواجهه با مشکلات، با یأس و افسردگی پناه به مواد مخدر بردند و مشکلات اعتیاد رو در جامعه پدیدار ساختند. بنابراین مشکل
اصلی حاشیه‌نشینی برمیگردد به عدم توجه به سیاست‌های آمایش سرزمین. ما ظرفیت‌های زیستیمون در مناطق مختلف کشور یکسان نیست. امروز باید پاسخ بدهیم که به چه علت در استان سیستان و بلوچستان ما در برخی از قسمت‌ها به ویژه در اطراف زابل ما مواجه با مهاجرت گسترده شده ایم، به طوری که در آنجا جمعیت شهری و جمعیت روستایی مناطق رو ترک کردند و آنها هستند که باید پشتیبان اصلی مرزهای ما باشند و تقویت کننده نیروی انتظامی ما باشند و این انجام نگرفته است و معلوم نیست چه کسی و چگونه باید جوابگوی این مشکلی که برای کشور ایجاد شده است باشد. خیلی متشکرم جناب آقای میرسلیم. جناب آقای هاشمی تبا، جناب عالی 2 دقیقه فرصت دارید دیدگاهتون رو در این خصوص و اگر نقدی به صحبت‌های جناب آقای میرسلیم دارید بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. من از جناب آقای مهندس میرسلیم تشکر میکنم و تقدیر میکنم از نقطه نظرات ایشان، اما لازم میدونم نکته ای رو مورد توجه قرار بدهم تا این بحث مقدار زیادی بیشتر مورد توجه و عنایت قرار بگیره. بحث آمایش سرزمینی، بحث روستاییان و بحث آب یا بحث‌های دیگر زیست محیطی که مستقیما برمیگرده به زیستگاه انسان، در حقیقت یک میراثی از گذشتگان، میراثی از خداوند هست که به بشر عطا شده و وقتی ما بحث‌های مختلف رو در کنار هم قرار می‌دهیم و اولویت برای اونها قائل نباشیم، موجب میشه که بعضی از مسائل که بیشتر در چشم میخوره بیشتر مورد توجه قرار بگیره و مسائل مهمی که کمتر به چشم میخوره و در معرض دید ما کمتر هست بهش عنایت نشه. بنده میخوام عرض کنم که واقعا سرزمین ما ایران دچار بحران شدید زیست محیطی هست و زیستگاه انسان در این مجموعه کاملا در حال از بین رفتن. مثالهای متعددی در این مورد هست. میخوام عرض کنم که اولویت اولی که برای کشور ما باید ما قائل بشویم توجه به زیستگاه ما، حفظ ایران هست و اگر ما قرار باشد همه مسائل رو بدون توجه به اولویت مورد توجه قرار بدیم، این نظر جناب آقای میرسلیم مورد عنایت قرار نخواهد گرفت و دست چندم خواهد شد. خیلی متشکرم. جناب آقای روحانی در خدمت جناب عالی هستیم. بسم الله الرحمن الرحیم. متشکر از آقای مهندس میرسلیم به خاطر توضیحاتی که در مسئله حاشیه نشینی که یکی از معضلات مهم اجتماعی امروز نه تنها ایران بلکه اکثر کشورها یا حتی شاید بشه گفت همه کشورها، لااقل من سراغ ندارم کشوری رو ما امروز داشته باشیم یا پیدا بکنیم که توش حاشیه نشینی نباشه. معمولا هم حاشیه نشینی دور شهرهای بزرگ و کلان شهرها هست و ریشه مسئله به عوامل مختلف برمیگرده. یک عامل مهم اون مسئله بیکاری است و عدم درآمد کافی. فردی که در یک شهر دور زندگی میکنه یا در یک روستایی زندگی میکنه و منابع درآمدیش کافی نیست و یا اینکه اصلا نمیتونه شغلی داشته باشه، برای اشتغال خودش ناچار مهاجرت بکنه. معمولا در شهرهای بزرگ در مرکز کشور شرایط اشتغال بهتر هست، پناه میبره به اونجا. خب برای اینکه شب بتونه استراحت کنه، بخوابه، یه جایی رو اطراف شهر پیدا میکنه و بعدش هم به تدریج خانواده خودش رو میاره. اگر زندگیش دید خوب هست دوستان خودش رو میاره، اقوام خودش رو میاره
پس یک مسئله مهم مسئله بیکاری است که اگر طرف میخواست در موطن خودش زندگی بکنه شغل مناسب یا درآمد مناسب نداشت. مسئله دوم مسئله عدم تعادل هست. خیلی متشکر. وقت جناب عالی تمام است. سپاسگزارم از شما. جناب آقای قالیباف در خدمت جناب عالی هستیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض تسلیت دارم به مناسبت شهادت 10 تن از قهرمانان و مرزبانان عزیز به همه ملت عزیز ما. نکته حاشیه نشینی نکته مهم و کلیدی است. همینطور که اشاره شد ما امروز حدود 11 میلیون نفر حاشیه نشین داریم، عمدتاً در حاشیه شهرها. خب طبیعتاً این بر اساس فرصت‌های نابرابر اجتماعی و بحران‌های اقتصادی به وجود بیاد. ما یک روش این هست که در دراز مدت چاره اندیشی کنیم. طبیعتاً برای کوتاه مدت هم باید یک برنامه‌ریزی برای این عزیزان داشته باشیم. معمولا در همه دنیا این گونه است که دولت‌ها از اینها حمایت می‌کنند. من می‌دونم جناب آقای میرسلی هم با نظراتشون آشنا هستم، بر این موضوع تاکید دارند. خب بخشی از این محرومین و کم درآمدها همین حاشیه نشین‌ها هستند. دولت هم در گذشته تدبیر کرده در حوزه یارانه‌ها به اینها کمک بشه و در 7 سال گذشته هم کمک شده. ولی اونا گله‌مندیشون این هست که در 7 سال گذشته با توجه به افزایش گرانی و تورمی که اتفاق افتاده ارزش اون 45500 تومان امروز به کمتر از 15000 تومان رسیده. گله اولشون اینه که چرا این افزایش پیدا نمی‌کنه همپای تورم کشور، و یا اینکه گلهشون این هست که چرا یارانه‌ها با همه بین همه اقشار مساوی تقسیم میشه. و از اون طرف البته مردم این نگرانی هم دارن که افزایش یارانه‌ها باعث گرانی هم در کشور نشه، که من فکر میکنم جناب عالی هم با این موافق هستید. من میخوام بدونم که جناب عالی برای یک اقدام کوتاه مدت برای این محرومین چه اقداماتی را انجام میدید و برای دراز مدت که به طور ریشه‌ای موضوع حل بشه چه؟ خیلی متشکرم از جناب عالی. جناب آقای جهانگیری در خدمت جناب عالی هستیم. بسم الله الرحمن الرحیم. من تشکر میکنم از جناب آقای مهندس میرسلیم. فکر میکنم که حاشیه نشینی یکی از مهمترین آسیب‌های اجتماعی است که کشور ما در مقطع فعلی در اکثر شهرهاش از تهران گرفته تا اصفهان، مشهد، زاهدان، چابهار در تمام کشور به هر حال شهرهای بزرگ کشور با این پدیده روبرو هستند. مسئله‌ای که در ارتباط با حاشیه نشینی وجود داره اینه که باید به این مردم به صورت جدی توجه کرد. نباید اونها را به عنوان افراد اضافی بهشون نگاه کرد. اینها ایرانی هستند. اینها به دلایل مختلفی به حاشیه شهر پناه آوردن. باید مسائل اونها مورد توجه قرار داد. مهمترین مسئله این است که حاشیه نشین‌ها باید دیده بشن. در همه جا باید به اونها توجه بشه. خوشبختانه در دولت 11 با این پدیده با برخورد بسیار علمی و برخورد دقیق کارشناسی ما سازماندهی کردیم. یک شورای درست کردیم به معنای شورای بازآفرینی مناطق سکونتی مردم، هم از بافت‌های فرسوده، بافت‌های میانی و حاشیه نشینی. برای سلامت اونها برنامه‌ریزی دقیقی شد. تقریبا تمام حاشیه نشین‌ها در این دولت بیمه شدند. مسئله سلامت اونها مراکز بهداشت و درمان در مراکز حاشیه نشینی مستقر شد. جوانان اونها و تحصیل و فرزندان اونها که به سن تحصیل میرسند از تحصیل محروم بودند در این دولت تمام اونها شناسایی شده، براشون برنامه‌های آموزشی دیده شده. متاسفانه بخش قابل توجهی از دانشجو، یعنی کسانی که به سن تحصیل رسیده بودند و تحصیل نمی‌کردند، با معلولیت روبرو بودند. ما برای اونها بحث معلولیت به عنوان یک راهکار مهم در نظر گرفتیم که مثال اونها رو حل و فصل بکنیم. خیلی از جناب عالی متشکرم. جناب آقای رئیسی در خدمت جناب عالی هستیم. بسم الله الرحمن الرحیم. من تشکر از جناب آقای میرسلیم. در مورد حاشیه نشینی مسئله اول آمار 11 میلیون مربوط به سال 92 هست. الان آمار
شاید تا 16 میلیون بشود گفت. آمار دقیق باید نسبت به حاشیه نشینی معلوم بشه. اولا نکته دوم آن است که یک بحث علمی و تحقیقی میکنیم که حاشیه نشینی اصلا دلایلش چیه، مثل اینی که مثلا روستاها باعث کم آبی یا بی آبی، اینا عللشه. سخن در این است که الان ما با عزیزانمون که در حاشیه شهرها سکونت دارن چه بکنیم. اولین گام در مورد اینها مسئله نوسازی، اولا بهسازی، ثانیاً نسبت به مسکن و خانه اونهاست که حتما باید صورت بگیره. نظام شهری باید مأموریت پیدا بکنه، در اونجا بره ساماندهی بکنه. اینها عزیزان ما هستند که با مشکلاتی مواجه شدن که این زندگی رو انتخاب کردن. حتما همطور که اشاره کردن مسئله آموزش، بهداشت و مشکلاتی که اینها باهاش مواجه هستند به صورت جدی، تثبیت مالکیت از مسائل بسیار مهمی است که باید صورت بگیره. ما در حاشیه شهر مشهد از اقدامات اولیه که کردیم این بود که بسیاری از حاشیه‌نشین‌ها گفتن نمیدونیم توی خونه که هستیم مال خودمون هست یا مال خودمون نیست. بسیاری اینها مشکل اینطور دارن. لذا تثبیت مالکیت، مسائلی که نسبت بهشون، خدمات رسانی که باید نسبت بهشون انجام بشه، هرچی از امکانات وجود نداره نسبت به سرمایه گذاران دعوت بشن، صنایع دعوت بشن اونجا برن سرمایه گذاری صنایع بکنن، خیلی به نحوی متشکرم. که سامان جدی پیدا کنه حاشیه شهر مثل خود شهر. خیلی متشکرم جناب آقای میرسلیم. جناب عالی 5 دقیقه فرصت دارید که در این خصوص هم صحبتاتون رو بفرمایید، هم اگر در مورد صحبت‌های نامزدهای محترم مطلبی هست بفرمایید. خواهش می‌کنم. متشکرم از نکات تکمیلی که برادران عزیز مطرح فرمودن. من برای چاره‌جویی تاکید می‌کنم بر اقدامات تکمیلی که باید صورت بگیرد. قطعاً دولت محترم با بودجه‌های هنگفت سالانه‌ای که در اختیار داشته است در طول 4 سال گذشته اقداماتی را انجام داده است برای رسیدگی به محرومان در مناطق حاشیه شهرها، اما کفایت نمی‌کند و ضرورت دارد به طور جدی قبل از اینکه ما مواجه با فاجعه‌های اجتماعی بشویم به مهار کردن این مشکل و این معضل اجتماعی بپردازیم. اولا برای بازگشت اونهایی که امکان بازگشتشون به روستا و به شهرهای کوچک میسر است باید قطعاً آماده سازی لازم صورت بگیرد و این آماده سازی لازم به مفهوم این است که ما قائل به اعمال مدیریت صحیح بر منابع آبی کشور بشویم. 350,000 چاه غیر مجاز یعنی از بین بردن منابع زیرزمینی آبی کشور و فرونشست زمین‌ها و متاسفانه ضایع کردن امکاناتی که میتوانست به طور پایدار برای تولیدات کشاورزی در این کشور صرف بشود. دوم اینکه امکانات اولیه رفاهی در روستا باید فراهم بشود که روستاییان احساس نکنند برای تأمین نیازمندی‌های خودشون ناچارند به شهرها مراجعه بکنند. در این زمینه گام‌هایی برداشته شده ولی کافی نیست، بسیار ناقص است. سوم اینکه ما باید از بی‌عدالتی پرهیز کنیم. در بسیاری از شهرهای ما جاذبه‌های کاذبی ایجاد شده است که موجب شده است روستاییان به شهرها مراجعه کنند تا خود را بهره‌مند بیابند از آن جاذبه‌ها و اینها خود یک راهی شده است برای متاسفانه مهاجرت از روستا به شهر. اما برای آنهایی که فعلا در مناطق حاشیه شهری هستند باید دقت کرد. انسان‌های شریفی هستند که به دلایل خاص اقتصادی و اجتماعی به حاشیه شهرها پناه بردند. برای اینکه شرف انسانی آنها حفظ شود باید از لحاظ آموزش پرورش بسیار بسیار اهتمام بورزیم که کوچکترین نقصی در کار آموزش جوانان آنها پدیدار نشود. متاسفانه امروز ما مواجه هستیم با 10.2 میلیون نفر جمعیت کاملا بی سواد در کشور که این برازنده جمهوری اسلامی نیست که در بین 80 میلیون نفر جمعیت آن بیش از 10 میلیون نفر بی سواد کامل باشند. اینها نشان می‌دهد که ما برای آموزش پرورش باید اقدام اساسی و جدی
منظور بکنیم. از نظر بهداشت و درمان اقداماتی که باید صورت بگیرد کافی نیست و موجبات اشاعه بیماری‌ها در شهرها به دلیل همین عدم کفایت اقدامات بهداشتی پدیدار شده است که باید تکمیل بشود تا سلامت جسمی و سلامت روانی افراد و همچنین سلامت اجتماعی آنها و مهمتر از همه سلامت اعتقادی آنها نیز فراهم بشود که آنها افرادی نشوند که ابزار دست کسانی شوند که میخواهند کشور را به لحاظ امنیتی و فرهنگی به مخاطره بیاندازند. همچنین امکانات اسکان برای آنها باید به شکل مناسب فراهم بیاید، هم اسکان اولیه‌ای که در آنجا وسایل اولیه برای زیست سالم و مناسب فراهم شود، هم این که ترغیب و تشویق مهاجرت و تشدید مهاجرت به سمت شهرها انجام نگیرد. اینها مسکن‌های ارزانی هستند که باید به شکل مهندسی آماده بشود، مسکن‌های ارزان مناسب برای کسانی که فعلا در حاشیه شهرها زندگی می‌کنند. مجموعه این اقدامات موجب می‌شود که ما بتوانیم به سمت توجه بهتر از امکانات محیط زیستی کشورمان برویم و با توجه به ظرفیت‌هایی که وجود دارد امکان جابجایی جمعیت را در جاهایی که میسر است از امکانات خدادادی بهتر استفاده شود برای تولید، برای اشتغال و برای سرافرازی کشور گام برداریم. متاسفانه ما الان در کشورمون مواجه هستیم با مهاجرت هایی که موجب شده است این مهاجرت ها بیکاری هم در برخی از نقاط حاشیه شهری رشد بکند و این بیکاری منجر بشود به گرفتاری های ثانوی که از جمله عدم تشکیل خانواده، ناپایداری وضعیت جوانان و همچنین مسائل امنیتی به دنباله اون است که متاسفانه گرفتاری برای کشور ایجاد کرده است.